سلام. امروز 2 فروردین 1404 هست. میخوام مطلبی رو بگم در خصوص کاری که توی این منطقه دور افتاده و به شدت کم توسعه یافته کشور بگم. اینجا قبلا رودخونه بود، رودخونه سیلابی بود که فصلی بود، رودخانه شریفی، و کلا تخریب میکرد این منطقه رو. یعنی خب اینجا 3000 هکتار زمین آماده شده برای کشت، 1500 هکتارش کاشته شده، نزدیک به 160,000 تا درخت نخل خرما. بین این دوتا کوه این دره‌ای که هست، یعنی دره‌ای که روبروتون هست و میره که اینجا به خوبی معلومه که دره شکلش چجوریه، بعد میره سمت راست، دره میره سمت راست. توی این دره که هست قبلا رودخونه سیلابی بود با ماشینالات سنگین خیلی زیاد، 10 ماشینالات، بیش از 200 دستگاه لودر و بولدوزر و بیل مکانیکی اینجا کار کردن، زمین رو تسطیح کردن، سیلبند درست کردن برای اینکه مسیر سیلاب مسیر خودش رو طی بکنه، ولی مهار شده و بره. و آب بعضی جاها مهار کردن برای اینکه بتونن این درخت‌ها رو آبیاری کنن. بزرگترین نخلستان خرمای مجول جهان که گرانترین خرمای جهان هست، تقریبا کیلوی $20 تا کیلوی $50 در سطح جهانی بستگی به کیفیت قیمت داره و اینها کاشته میشه. این منطقه رو ایجاد اشتغال خیلی زیادی کرده، اشتغال پایدار ایجاد کرده. خب اینا صنایع جانبی خیلی زیادی دارن، اینا از کوچکترین ضایعاتش اینجا میشه صنعتی و راه اندازی کرد و کار خیلی بزرگی انجام شده. خب بیشتر قبلا در مورد صحبت کردم، بیشتر از اینا بعدا صحبت خواهم کرد.